بریم ببینیم این خریدایی که من از سفورا کردم ارزش خرید کردن داره یا گول تبلیغاتشو خوردم. چند تا چیز پرطرفداره که خیلی توی یوتیوب و اینستاگرام همه ازش استفاده میکنن. من از همون اومدم، هیچ کرمی نزدم، فقط موهامو درست کردم. اومدم مرحله به مرحله آماده شدنمو براتون توضیح بدم. اولین چیزی که من به پوستم میزنم این تونر هستش، تونر لاروشه. همیشه یه تکونش هم میدم. بعد از این مرحله من از اسپری آب استفاده میکنم. اسپری آب اون دارم و اسپری آب لاروش. این دیگه آخراشه، این اولاشه. اینو تازه خریدم. نمیدونستم که اسپری آب چقدر میتونه برای پوست آدم خوب باشه. فکر میکردم یه چیز علکیه، ولی یه بار یه مشکلی برای پوستم پیش اومد که از این اسپری آب اون داشتم استفاده میکردم. ببین من محصولات لاروش رو خیلی دوست دارم، چون هر چیزی که استفاده کردم، مخصوصا این سرم هیالورونیک اسیدش رو وقتی همون لحظه زدم پوستم خیلی تغییر کرده. من چت جی پی تی پرسیدم که این چی توش داره، چه مکانیزمی داره که برای پوست صورت اینجوری میشه. گفت به خاطر کلسیم و منیزیم و اون املاحی که داره باعث میشه که شما پوستت التهابش بره، آبرسانی بشه و هرچی. و یه نکته خیلی مهمی که گفت، شما وقتی اسپری آب استفاده میکنی باید حتما با یه مرطوب کننده قفلش کنی. این میبینید این خیلی اسپریش زیاد پمپاژ میکنه. این یکی پخشتره، حالا بزنم البته نمیبینی ولی این صداش هم معلومه این چیز داره. و چشماتون هم ببندین حتما، چون چشمو میسوزونه. در که این خوش شد من میام از یه دونه کرم مرطوب کننده استفاده میکنم. مرطوب کننده است، این هیالورونیک اسید داره، آبرسانه، ولی این مرطوب کننده است. فرق مرطوب کننده و آبرسان هم خیلی مهمه. یه چیزی که همیشه قبل از آرایشم استفاده میکنم، شبا استفاده میکنم، همه بهم میگن خیلی پوست تغییر کرده، اینه. خب ولی حالا امروز میخوام همین آبرسان اورال استفاده کنم. کننده رو که زدم الان میرم سراغ کرم زیر چشمم که آبرسانی بشه پوستم. این یکی از این خریدای سفورامه که من قبلا اینو استفاده میکردم. این کرم زیر چشم استیلادر رو استفاده میکردم که الان میبینین هیچ میکاپی ندارم، این زیر چشممه. خب اینو یکی از دوستام، یه دکتر پوست و مویی که دوستم امریکا زندگی میکرد، اون دکتره که تو امریکا بود بهش گفته بود کرمو همیشه اینجوری 30 ثانیه گرمش کن بعد بزن به زیر چشمت و همیشه کرمو اینطوری ضربه‌ای بزنین. ولی من تحملشو ندارم اینطوری ضربه‌ای بزنم. این کرمو اصلا نباید به پشت چشمتون بزنین، چون من وقتی میزدم انقدر سنگینه اصلا اینطوری فلکتون اصلا میفته. سراغ هیجان انگیز ترین خریدم که خیلی دوستش دارم، جورجیو آرمانیه که وقتی که میخواستم رنگش رو انتخاب کنم، چون آنلاین خرید کردم، خیلی اذیت شدم. وقتی که میخواین اینو بزنین به پوستتون یه پامپ ازش برمیدارین. من دیدم این سلبریتی ها اینا، خب من همیشه برام سوال بود، چون که وقتی کرم پودر رو اولش میزنی اینقدر خوشگله، بعد که با شوت میزنی انگار بلندش میکنه. دیدم اینو میزنن به دست، خب بعد مثل کرم اینطوری میزنن به پوستشون، انگار دارن کرم مرطوب کننده میزنن. بعد آخرش مثلا با اون شوتا تپ میزنن روش، تغییر میکنه. فقط شما ببینید چه کاور خوشگلی داره، چه رنگی داره. ببینید این نه تینته، خب نه چیزه، نه تینته نه کرم پودره، یه چیز بین این دوتاست. خب حالا اگر شما بخواین مثلا بیشتر حالت تینت پیدا کنه، ببینید باید چیکار کنین. اگه بخواین بیشتر حالت تینت پیدا کنه باید یه ذره کرم قاطیش کنین، کرم مرطوب کننده یا آبرسان، یه کرمی که رقیقش کنه، بعد بزنین به صورتتون و میبینین که چقدر قشنگ میشه. من ابرومو درست میکنم. جل ابرویی که خریدم جل ابروی شیگلمه، تازه خریدم. خرید بعدی که از سفورا کردم این مداد ابروی بنفیته. من شماره 3.5 رو گرفتم. یکی تبلیغ کرد 3.5 خوبه، همینجوری فکر کردم 3.5 خوبه، ولی برای من روشنه. البته همش هم هی تصمیم دارم موهام بلوند کنم، نسبت به اون میخرم. الان خیلی مد شده که من فقط جاهای خالی ابرومو میکشم، خب
با این انتهای ابرومو که یه ذره دومش کشیده تر بشه. ابرومو مرتب میکنم. یه ذره زیاد شد ولی اشکال نداره. خیلی هم اینجاهای تاج ابروتون اینطوری نیاریم بالا، قیافتون رو عبوس می‌کنه. خرید بعدیمون این کانسیلره. من یه دونه اینو دارم، اینو تازه خریدم که رنگش جینجره. یه دونه هم تو فیس دارم رنگ وانیلا فکر کنم هست. یه ذره اینجا، یه ذره اینجا، یه ذره اینجا، یه ذره اینجا، با اون جاهایی که حالت لک داره. واسه اولین بار جوش زدم. یه چیزی هم بهتون بگم. من یه ذره احساس میکردم منافذ پوستم داره باز میشه و خیلی دنبال این بودم که یه کرم پودری باشه که مثلا، البته به هر کی میگم میگه تو خیلی خولیه، ولی من دوست دارم همیشه پرفکت ترین حالت هر چیزی و کمالگرایی، ولی خب اشتباهه. الان نشستم جلوتون همین دیدم ویدیو میگیرم. اینو خریده بودم که این برای قبل از آرایش خیلی خوبه، یعنی منافذتون رو یه دست میکنه، وقتی کرم پود میزنین اصلا یه جور دیگه کرم پود رو صورتتون میخوابه. حالا من الان این چیزم، ولی خیلی درمانای زیادی انجام دادم برای منافذم که خیلی تاثیر داشت، خیلی زیاد. یعنی انقدر تحقیق کردم از چت جی پی تی، از یوتیوب، از هر چیزی که فکر کنی تحقیق کردم، چون من هر کاری که میخوام بکنم خیلی تحقیق میکنم در موردش. با انگشت زدن کانسیلر هم اگه حوصله کنین انقدر کانسیلرتون قشنگ تر میخوابه. در اینکه کانسیلر این انگشت حالت گرما میده. خب میریم سراغ خرید بعدیمون که چیه؟ میکاپ بای ماریو. این رنگ میدیوم کانتورشه که بی‌نظیر رنگش، خیلی رنگش خوشگله، خیلی زیاد چیز خوشگلیه. حالا برای کانتور کردنم خب یه ذره اینجا رو میزنم، نه زیر خط گونه‌مو میزنم نه روی گونه‌مو میزنم، یه جا ما بینش. اینیمو آخرش با برانزر یه ذره فقط برانزر. ما ایرانیم خب یه سری چیزا رو نمیتونیم اونطوری با تلفظی که مثلا انگلیسی صحبت میکنه صحبت کنیم. ایرانیم یه کلمه انگلیسی رو با لهجه خودمون میگیم. حالا کافیه اشتباه کنی همه میان میگن وای نه برانزر نه برانزر، سخته دیگه، حالا گیر نده. بعد فقط پوستم رو ببینین چقدر پوستم خوب شد، وای وای خوشم میاد. خرید بعدیمون این برانزر گوچیه که خیلی 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 خوشگله. اینو براتون بازش کنم. اینم دیدم مثلا الکی ندیدم اولین باره، ولی میخواستم شما آنباکسشو ببینید، جعبهشو ببینید چقدر خوشگله. یه بوی خیلی خوبی هم داره. بعد یه شوت زیر این داره. خب من روز اول اومدم اینو باز کنم ناخونم کشیده شد توش، بعد از ترسم هنوز اون شد زیریه رو ندیدم، اصلا بازش نکردم. فقط ببینید که چه جوری خب پوستتون رو حالت مخملی میکنه، انقدر پوست رو خوشگل میکنه. ببین یه ذره به حالت اینطوری گرد میکشم. اشتباه زدم تو این یکی چیزه، خدایا این بنفیته، با تو فیس اشتباه میگیرم. این بنفیته، ببینید داره تموم میشه، هولاه همون که خیلی معروفه. ببینید چقدر صورت اصلا پوست رو شبیه مخمل میکنه. ببینید چقدر خوشگله. خوشم اومد. ببینید چقدر پوست نچرال قشنگه، یعنی انگار که من چیزی نزدم ولی انگار زدم. یعنی نه اگه حالا از نزدیک ببینین، حالا تو دوربین نمیدونم چه جوریه، ولی اگه از نزدیک ببینین انگار که هیچی نزدم ولی انگار زدم. خیلی من این میکاپ دوست دارم. ببین من دوست دارم چشممو مشکی کنم توشو، به نظرتون بکنیم؟ نمیدونم نکردم تا حالا، ولی دیدم چقدر میکاپ خوشگل تر میشه. یکی که لورا مرسی میزنم پوستتون یه حالت فیلتر مانند پیدا میکنه، انگار فیلتر اومده روش. این شد بزرگه.
خب چشممو سیاه کنیم یا نه؟ نمیدونم، میترسم بچه، ولی اگه سیاه کنیم باحال میشه. بلا حدید دیدم. کاش میتونستی الان نظر بدین. اینو باید بگیرم بعدم بزنم. خب بعد همونو فعلا بزنیم تا تصمیم بگیریم. روشمونم این نارسه. خب جدیدا میدونین یه روشی اومده، روش پاتریکتا. خب چیکار میکنه؟ اول پودر رو میزنه بعد مایه رو میزنه. تا این کار نکردم، میخوایم بکنیم با هم؟ واقعا تا این کار نکردم. این رژگونه بنفیتو. خب این همون حالت رژگونه خورشیدی هست که خیلی خوشگله. خب اینو اول پودری میزنیم. بچه‌ها اینقدر رژگونه زدن تو صورتتون مهمه تو آرایشاتون که نمیدونین. اگه اینجا بزنین صورتتون پیر میشه، اینجا بزنین لیفت میکنه، اینجا بزنین یه حالت کیوتی داره. من همیشه این وسط میزنم، یعنی نه بالا نه پایین. همین رژگونه رو به همه جاتون بزنید، اصلا هرچی صورتی تر خوشگل تر. آقا چشمو سیاه کنم یا نه؟ نمیدونم. یه مداد خیلی قدیمی دارم، مال 100 قرن پیشه. ببین بذار اول یک چیزی بهتون نشون بدم. اگر شما همین میکاپ رو بکنین، یه ریمل بزنین، این رژ لب بلک هانی خوشگل ترین رژ لبیه که میتونین تو رو لبتون بزنین، چون که یه رنگ خیلی کم داره. بزنین بزنم ببینین. البته الان ریمل ندارم ها، فقط میخوام اینین. من در همین حد زدم. حالا یه ریمل کمم اگه میزدم به این میکاپم خیلی خوشگل میشد. میکاپم دیگه تموم بود. هایلایتر و اینا میتونیم بزنیم چون الان یه اون فکرم رفت سمت سیاه کردن چشمم. بذار آخرین آنباکسینگ هم نشونتون بدم بعد بریم سراغ چشمم. آخرین چیزم این هایلایتر ریر بیوتیه که خیلی خیلی خوشگله. رنگ مسمرایز یه همچین اسمی داره. بعد اینه، ولی جعبه هاشون خیلی کیفیتشون بده، یعنی اکثرا پلاستیکیه جعبه هاشون. این پلاستیکیه، اون چیز پلاستیکی بود. میکاپ مای ماریو که جعبهش افتضاح بود، پلاستیک خالی بود. نمیدونم ولی محصولاتشون خوبه. این الان نگاه کنین حالت اکلیل نداره، یه حالت مثلا برق میده. ببینین هم میتونین اینجا بزنین، خب هم برای اینکه بخواین گونتون یه ذره برجسته تر شه اینطوری بخندین روی گونتون بزنین. سعی کنین هایلایتر رو خب هیچ وقت سمت منافذتون نیارین، چون منافذتون رو بزرگتر نشون میده. میبینین خیلی تمیز و خوشگل شد. حالا یه فوت کوزه‌گری هم بهتون بگم. این لیپ گلاس استیلادره، انقدر قشنگه، یه اکلیل زرد طلایی داره. بعد من اولش که خریدم گفتم وای شهرزاد پول تو ریختی دور. بعد که زدم قلقش اومد دستم که چجوری بزنم، دیدم چقدر اکلیلاش قشنگ و خوشگلن. اینو اینطوری یه ذره برمی‌داریم، نگاه کن یه ذره. خب دیدین؟ نگاه کن. وای فقط ببین. برق این هایلایتر رو فقط ببینین. دیگه نزدیکترین حالت تو دوربینم. حالا میریم سراغ بعدی چیه؟ چشممون. من 2 تا ریمل دارم، یه دونه استیلادرم داشتم که عالی بود، ولی این 2 تا ریمل جزو بهترین ریملای زندگیمه که داشتم. اینو که تازه گرفتم سایز مینیه، اینم که الان حدود فکر کنم 7-8 ماه دارمش که خیلی خوشگله، قشنگ موجه‌ها رو تک تک و بلند میکنه. یه بارم تو زندگیم چیز داشتم، موژه گذاشتم شب تولدم، تمام این توی چشمم، تازه یه جای خیلی خوبم رفتم، تمام چشمم قرمز شد و داغون شد و اینا. دیگه اصلا بعدش پشیمون شدم که دیگه موژه بزنم و واقعا ریمل رو بیشتر دوست دارم، چون که هم سن رو پایین تر نشون میده، هم آرایشتون رو تمیزتر نشون میده، هم همیشه تمیزین. فرموژه رو زدیم. بذار یه مداد چشم دارم اچنمه، ببین ترکیده. اینو خالم برام از سوئد فرستاده بود. این اصلا من نمیستم اچنم همچین مداد خوبی داره، مدادش خیلی خوبه. ذره خب میکشم اینجا
تو چشممونم رفتیم دیگه، بریم. خب تو چشمم سیاه کردم. خوب شده به میاد. کاش سرمه بگیرم بزنم. سرمه میگن خیلی چشمو قشنگ میکنه. شبیه چیز شدم، زلیخا و خلیفه و اینا. چشم اونطوری شد، خلیجی شد، عربی شد انگار. خب بعد اینطوری با دست، البته با گوش پاک کنم میشه. الان گوش پاک کن رو میز اتاقمه، حوصله ندارم. میخواستم ککمک بذارم ولی فکر کنم نمیکنم با این چشمم جالب در بیاد. ولی وای چقدر باحال شد، خوشحالم. بذارین اینو براتون بزنم حالا که دیگه چشمونو مشکی کردیم، چون این مینیه نمیخوام تموم شه. این ایلیا هم وحشتناک خوبه ولی این چون نمیخوام تموم شه نمیزنمش، ولی حالا به خاطر شما اینو میزنم. ببینید بچه من سشوار دایسونم گرفتم براتون، ویدیوشو درست میکنم. خوب شد اولین بار فیلمشو نگرفتم. دیدین او آنباکس میکنن اولین بار ویدیوشو میگیرن. من گفتم من نمیتونم، از پسش بر نمیام. 100 بار زدم تا تونستم یاد بگیرم. یه ذره دیگه میبینین ریمله رو شبیه سرندیپیتی شد. بچه چقدر چشم تاثیر داره تو آرایش واقعا. چشمم مشکی کردم. چیزای دیگه هم دارم کم کم نشونتون میدم، ولی این چون جزو بهترین خریدام بود دوست داشتم که بهتون نشون بدم. خیلی من الان میکاپ همو دوست دارم، امیدوارم شما هم دوست داشته باشین. ببینید تمیز. الان دیگه باید رخ بگیرم دیگه، چیزی که من اصلا بلد نیستم. این اولین ویدیوی منه، هیچی از خودم تعریف نکردم، همینجوری گذاشتم ببینم که چقدر خوشتون میاد. تا ویدیوهای بعدی کامل خودم بهتون معرفی میکنم و توضیح میدم و با هم کلی ویدیوهای باحال میذاریم. یعنی هر چی که تجربه زندگی واقعی خودم باشه همه رو بهتون میگم، چون من خیلی تحقیق و اینا زیاد میکنم در مورد اینکه چی خوبه چی بده چی نیست و اینا. همین دیگه، خدافظ.